من یه ویلا داشتم در شمال، ویلای هویدا تقریبا 5 تا بعد از من بود. نگاه کردم دیدم ماشین آقای هویدا اومد تو. آقای هویدا اومد بالا و به من گفتن که امشب چند تا مهمون داریم، پدرت هم بردار بیار خونه ما. بعد گفت مشروب داری؟ گفتم که میخواین یه آبجو بدم خنک باشه بخورین. پدرم یهو پرید وسط با اون لهجه ترکی فارسیش گفت آبجو چیه؟ آراق بخوره. من خجالت کشیدم و آقای هویدا خوشش اومد، گفت آره یه گیلاس ودکا میخورم. پدرم رفت و یه گیلاس ریخت و آقای هویدا خورد و بعد سوار ماشین شد رفت. من به پدرم گفتم شما نشناختی این آقا رو؟ گفت نه چی بود؟ گفتم آقای هویدا نخست وزیر. یه خود سکوت کرد، بعد گفت آخه تو چه گوهی هستی چی؟ نخست وزیر میاد اینجا آراق میخوره.